خوش اومدید به کانال دنیادان. امروز میخوایم قدیمی ترین کشورها از نظر تاریخ و تمدن و فرهنگ رو معرفی کنیم. کشورهایی که در طول ویدیو معرفی میکنم بر اساس منابع موثق و معتبر جمع آوری شده و امیدوارم که خوشتون بیاد. خب بریم سراغ معرفی کشورها. تاریخ گرجستان از زمان پادشاهی افسانه‌ای کلخیس و کارتلی آغاز می شود که به حدود 1500 سال پیش از میلاد برمیگردد. پادشاهی کلخیس اغلب در اساطیر یونان به ویژه در داستان پشم زرین ذکر شده است. با وجود اینکه این داستان‌ها احتمالاً فقط افسانه هستند، قبایل قدرتمند تا قرن 12 پیش از میلاد ایالت‌های کوچکی در گرجستان تأسیس کردند. پس از فتح روم در حدود سال 66 پیش از میلاد، روم و ایران بیش از 700 سال بر سر گرجستان جنگیدند. گرجستان همچنین در قرن هفتم میلادی توسط مسلمانان به تصرف درآمد و بعد از آن این کشور تحت کنترل ایران و روسیه درآمد. گرجستان برای مدت کوتاهی از امپراتوری روسیه جدا شد، هرچند در ادامه به اتحاد جماهیر شوروی پیوست. این کشور سرانجام در سال 1991 میلادی استقلال واقعی خود را به دست آورد. گرجستان در اوایل قرن چهارم میلادی مسیحیت را پذیرفت و کلیسای ارتدوکس گرجستان یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای مسیحی جهان به حساب می آید. مردم از حدود 3300 سال پیش از میلاد در شبه قاره هند زندگی می کنند که شروع آن با تمدن دره سند بود. تمدن ودایی پایه و اساس هندویسم بود و متون ودایی هنوز برای هندوهای امروزی مقدس هستند. همچنین این تمدن چندین جنبه فرهنگی را در شبه قاره هند بنیان نهاد که همچنان وجود دارند. اولین امپراتوری ها در حدود 1200 سال پیش از میلاد شروع به شکل‌گیری کردند و تا پایان دوره ودایی ادامه یافتند. پایان دوره ودایی مقارن با ظهور هندویسم و بودیسم در هند و آغاز سلسله قدرتمندی بود که تا 3000 سال بعد هم بر هند حکومت می کردند. هند امروزی در سال 1947 میلادی و پس از استقلال این کشور از امپراتوری بریتانیا تأسیس شد. قبل از اینکه هند به استقلال برسد توسط انگلیس و قبل از آن به دست مغول‌ها اداره می‌شد که تأثیر عمیقی بر این کشور گذاشتند و آنچه که امروز جهان از هند می‌داند به 500 سال حکومت بریتانیا و مغول برمیگردد. قدمت تمدن مصر باستان می‌تواند به حدود 6000 سال پیش از میلاد برگردد. با این حال اولین سلسله مصر مربوط به 3100 سال پیش از میلاد است. بسیاری از مورخان معتقدند که بنیانگذار مصر حاکمی به نام نارمر بوده است. هیروگلیف مصری دومین سیستم نوشتاری قدیمی جهان پس از خط میخی است که حدود 3200 سال پیش از میلاد شکل گرفت. پادشاه نارمر توانست بر تمام مسیر کشتیرانی رود نیل نظارت کرده و پایتخت خود را منفیس، شهری در نزدیکی قاهره امروزی تأسیس کند. این پادشاهی اولین سلسله از سلسله هایی بود که تا 3000 سال آینده بر مصر حکومت کردند تا اینکه در سال 332 پیش از میلاد توسط اسکندر مقدونی به تصرف درآمد. اتیوپی کشوری بسیار قدیمی است، به خصوص که برخی از قدیمی ترین فسیل ها در این کشور پیدا شدند. در واقع زندگی انسان ها در اتیوپی از میلیون ها سال پیش شروع شد و کشف قطعات اسکلتی متعلق به آفارنسیس، موجودی شبیه به میمون در این منطقه که احتمالاً اجداد انسان های امروزی بودند و حدود 2.9 میلیون سال قدمت دارند، مهر تاییدی بر قدمت این کشور میزنند. این کشور از هزاره دوم پیش از میلاد با پادشاهی‌های مختلف اداره می‌شد. نکته مهم این که اتیوپی تنها کشور آفریقایی است که هرگز توسط یک کشور اروپایی به استعمار در نیامد، چرا که آنها می‌توانستند همه نیروهای متجاوز را شکست دهند. سن مارینو سومین کشور کوچک اروپا است که در سال 301 پس از میلاد تأسیس شد.
از این رو یکی از قدیمی ترین کشورهای جهان به حساب می آید. مارینوس سنگتراش به دلیل اعتقادات مسیحی از خانه‌اش در کرواسی کنونی فرار کرد تا مورد آزار و اذیت قرار نگیرد و به این منطقه آمد و این کشور را به عنوان جمهوری تأسیس کرد. اساسنامه 1600 این کشور به عنوان قانون اساسی در کشوری بود که رسما قانون اساسی نداشت. جالب این که این اساسنامه اولین سند در جهان محسوب می شود. سن مارینو کشور بسیار منحصر به فردی است. اقتصاد این کشور بسیار مرفه، عمدتاً متکی به گردشگری، خدمات و صنعت است و یکی از کشورهای اروپایی با کمترین نرخ بیکاری محسوب می شود. ژاپن ادعا می کند که در سال 660 پیش از میلاد توسط امپراتور جیمو تأسیس شده. او امپراتور افسانه ژاپن محسوب می شود. فرض بر این است که اولین امپراتورهای ژاپن پس از امپراتور جیموی افسانه هستند، زیرا شواهد کافی مبنی بر وجود آنها در دست نیست. در حالی که مورخان نمی توانند صحت وجود این امپراتورهای اولیه را تایید کنند، مردم ژاپن مطمئن هستند که حدود 13000 سال پیش از میلاد مردم از سرزمین اصلی آسیا وارد ژاپن شدند. یک تاریخ‌نگار چینی وجود ژاپن در قرن سوم میلادی را تایید می کند. به طور کلی ژاپن می تواند بین 1200 تا 2600 سال قدمت داشته باشد و بدون شک یکی از قدیمی ترین کشورهای جهان است. در قرن هشتم پس از میلاد این ملت در حال توسعه سنت ادبی خود بود تا اینکه در نگارش داستان گنجی در اوایل قرن 11 میلادی به اوج خود رسید. داستانی که از آن به عنوان نخستین رمان جهان یاد می شود. یکی از مواردی که ژاپن به آن شهرت دارد طول عمر شهروندان آن است. این کشور دارای بالاترین امید به زندگی در جهان است و بسیاری از مردم بیش از 100 سال عمر می کنند. با اینکه تاریخ تأسیس پرتغال به سال 1139 میلادی برمیگردد و دقیقاً در ردیف تمدن‌های باستانی قرار نمی‌گیرد، اما به دلیل ثبات مرزهایش سزاوار چنین جایگاهی هست. نقشه اروپا در دوران پادشاهان، امپراتوری‌ها، جمهوری‌ها و دموکراسی‌ها در طول تاریخ دائما در حال تغییر و تحول بوده است، موضوعی که برای کشور پرتغال صدق نمی‌کند. این کشور همچنین در خط مقدم عصر کاوش قرار داشت. اگرچه در آن زمان پرتغال امپریالیستی بود و برای جوامع بومی ضرر داشت، در ایجاد دنیایی که امروز می‌شناسیم کمک شایانی کرد. چین یکی از مهدهای بزرگ تمدن به حساب می آید. اولین سلسله حاکم بر این کشور سلسله شانگ بود که از قرن 17 تا 11 پیش از میلاد حکومت می کرد. این حکومت دارای سیستم نوشتاری بود که نمونه اولیه خط چینی امروزی محسوب می شود. سلسله هان که از 206 پیش از میلاد تا 220 پس از میلاد بر چین مسلط بود، اتحاد چین را تقویت کرد. مردم چین باستان اختراعات زیادی داشتند که از جمله قطب‌نما، باروت، کاغذسازی و چاپ که هنوز مورد استفاده هستند در فرهنگ چین اهمیت تاریخی فراوانی دارند و به عنوان نمادی از علم و فناوری پیشرفته چین قدیم محسوب می شوند. اولین تمدن‌های پیشرفته اروپا حدود 3200 سال پیش از میلاد در یونان پدیدار شدند و اولین سیستم دموکراتیک جهان در سال 508 پیش از میلاد در آتن به وجود آمد. رویدادهای متنوعی از یونان باستان به کشورهای غربی راه یافت. از جمله آنها میتوان به المپیک باستان یا نبرد در ماراتون که الهام بخش مسابقات با مسافت‌های طولانی در دنیای مدرن شد. دوره باستانی یونان یکی از برجسته‌ترین بازه‌های تاریخی این کشور است. این دوره در یونان حدود 800 سال پیش از میلاد مسیح آغاز شد. در دوران یونان کهن آنها در هنر و شعر و فناوری پیشرفت کردند، اما مهمترین ابداع آنها ایجاد پلیس یا دولت شهر بود. پس از یونان باستان نوبت به یونان رومی، یونان بیزانس و یونان عثمانی رسید و دوره یونان مدرن در سال 1821 میلادی پس از انقلاب یونان شروع شد.
خب همونطور که خیلیاتون حدس میزدید، قدیمی ترین کشور و تمدن تاریخ متعلق به کشور عزیزمون ایران هست. اولین آثار تاریخی به دست آمده از حضور انسان در فلات ایران به دوره پارینه سنگی برمیگردد. دوران پارینه سنگی شامل 3 دوره کهن، میانی و نوین می شود. اولین دولت و حکومت قدرتمند در ایران دولت ایلامیان بود که تاریخ آن به 3200 سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد که حدود 5220 سال از اون میگذره. فرهنگ و تمدن مردمان ایلامی نقطه آغازی برای گسترش تفکر و دانش در مناطق مختلف ایران بود و بر سایر تمدن‌ها مانند بین النهرین و مصر تأثیر زیادی داشت. یکی از بزرگترین تمدن‌های دنیا هخامنشیان بودند که توسط کوروش بزرگ در سال 550 پیش از میلاد بنیانگذاری شد و در دوره خشایار یکم به بزرگترین گستره خود رسید که از بالکان و اروپای شرقی در باختر تا دره سند در خاور امتداد داشت. این شاهنشاهی بزرگترین امپراتوری جهان بود و در مجموع 5.5 میلیون کیلومتر مربع گستره داشت. همچنین این شاهنشاهی نخستین ابرقدرت جهان نیز بود.